کاری بود من کردم. یک اشتباه بزرگ بود. بعد انقدر کلوفتن چه سنگینن. این چرا مون؟ واقعا پشیمونم. بعد از 4 سال مهاجرت برگشتم به اتاق قدیمم و الان این اتاق یه کمی روی مخمه دیزاینش. برای همین میخوام سعی کنم با کمترین هزینه تغییرش بدم و چیزایی که الان برام مهمه مثل گل و گیاه یا اون رنگایی که دوست دارم و به اتاق اضافه کنم. یکی از مشکلات اتاقم اینه که پردم خیلی شلوغه و بهترین دیوار اتاقم که میشه روبروی پنجره و پرنوره همش کمده. از اون طرف رو تختیم هم آخه خیلی شلوغه. برای همین دوست دارم که اینا رو ساده تر و مینیمال تر کنم. کلاً هم 3 تا تیکه خیلی بزرگ و سنگین تو اتاقم دارم. یکیش این تخت، یکی این میز آرایش، یکی هم این میز تحریر. دیوارام خیلی خالیان، همین ور همون ور. برای دیزاین کردن و مرتب کردن اتاقم شروع کردم توی یوتیوب گشتن تا ببینم که چه روشایی هست که بتونم این کار رو بهتر انجام بدم. برای اینکه لازم نباشه همه این وسایل سنگین رو هر بار جابجا کنم، اول با مترشون کردم، اندازه هاشون رو نوشتم و بعد از اون یه نقشه تهیه کردم از مدلی که دلم میخواد بچینمش و اینجوری مطمئن شدم که همشون توی این اتاق جا میشن. خب اینا رو با بدبختی وصل کردیم و وسطای کار به این نتیجه‌ام میرسیدم که چه اشتباهی کردم. اصلا نباید اینا رو میگرفتم. اینا چرا انقدر کلوفتن، چه سنگینن، حالا میافتن. واقعا یک اشتباه بزرگ بود. بعد الان فکر می‌کنم اشتباه هستم وصل کردم. اگه بخوام فیلم بگیرم این میفته توش، اینا با این ورتر میبودن، یعنی اصلا غیر ممکنه از بتونم درشون بیارم. حالا میخوام بذارمشون، شاید یک معجزه‌ای شد و قشنگ شدن. خیلی هم سنگینن. وقتی که سفارششون دادم فکر نمی‌کردم انقدر کلفت باشن. وسطه؟ کجه؟ خیلی کجه؟ آیا خدا. خب از عقب ببینم چقدر کجه. خب حالا بذار اون یکی هم بذارم. بعد چرا اون یکی انقدر بالاست؟ اصلا نباید اون یکی انقدر بالا باشه. اون انگار راستره ها. اصلا قشنگ. چه کاری بود من کردم. واقعا پشیمونم. تو اون عکسی که من دیده بودم، من این ایده رو گرفته بودم، الان عکس رو میذارم که ببینین، مال اتاق ساناز پارساست. خیلی قشنگه، یعنی خیلی ایده نابیه. اشکال نداره، حالا چیز میز روش میذاریم شاید قشنگ شد. خب نتیجه این شکلی شد. اینجوری چیدمش و فکر نکنم هیچ وقت اون شلف بالایی رو ببینین. اساسا مهم نیست که روش چیه، ولی فعلا کلا هیچی روش نیست.
اینم خواستم بهتون نشون بدم، خیلی باحال و بامزه است. یه دختریه که لپاشکلیه و داره به آزادی و رشد فکر میکنه. چراغا هم الان روشن گذاشتم و وگرنه تو طول روز روشن نمیذارم. خب اون روز که رفتم خرید این فیکوس رو گرفتم که میخوام بذارم رو این پای کوتاه تره و بعد این برگنجیری خیلی خیلی خوشگل رو گرفتم که خودم کاشتمش تو گلدونش رو عوض کردم بذارم روی این پای بزرگتره. و اینم از گلدونای مامانم دزدیدم، توی گلدون کوچولوی زشتی بود، حالا بعد کمی رشد کنه. دیگه پایه نداریم، پایه همون تموم شد. بذارمش همین کنار. این سانسریا رم 7 سال پیش من خریدم ولی اصلا رشد نمیکنه، همین قدیم مونده سال هاست. حالا براشون تقویتی گرفتم، کمم آب بدم بهشون. فعلا این قسمت تموم شده. وقتی اینو سفارش میدادم فکر کردم خیلی پفکی تر میشه ولی اونقدر پفکی نیست، ولی خب رنگش خوبه به نظر خودم، به پردم هم میخوره. و دیدیم این چرا مرد؟ یادتونه اینو گفتم از مامانم دزدیدم، توی گلدون زشتی بود، بنده خدا مرد. نمیدونم شاید زیاد آبش دادیم، شاید گذاشتیم اینجا با اون قهر کرده، دوست نداشته با یه گلدون دیگه عوضش میکنم. این خیلی هم قشنگ‌تره، اینو میذارم جاش. اینم از اتاق من که تموم شد. خودم نتیجهش رو دوست دارم، تونستم با حداقل چیزایی که خریدم یه تغییری توش ایجاد کنم، تونستم یه سری المانا از طبیعت بهش اضافه کنم و یه قسمتی درست کنم که بتونم ویدئوهای یوتیوبمو بگیرم. همین دیگه، خدافظ. بلنگو روشنه. بلنگو چرا میگم بلنگو؟ میکروفون منظورم. خب